فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه شاهد بازگشت باز یک گروه تاریخ‌سازان فوتبال تاجیک شد. دسته نورسان تا 17 ساله تاجیکستان بعد برآمد ارزنده در قهرمانی آسیا 2025 و به دست آوردن رخصت چمپیونات جهان به وطن برگشت. به همین مناسبت در فرودگاه بین المللی پایتخت مراسم باشکوه پیشواز فوتبال بازان برپا گردید. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان به ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون فوتبال تاجیکستان و شخصان رسمی و نزدیکان بازیگران صمیمانه و زیر صدای کرنه و سرنای تیم نورسان کشور را استقبال گرفتند. مسئولین ضمن مراسم پیشواز از توجه خاصه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی به ورزش رقم 1 سیاره یادآور شدند. قید گردید که برآمد یکچین نورسان تاجیکستان در چمپیونات آسیا و به دست آوردن رخصت چمپیونات جهان در عرفه تجلیل روز جهانی فوتبال که با تشبث رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی 25 می اعلان شده است تحفه نیک ارزیابی می‌گردد. مسئولین شهرداری دوشنبه باشد در نوبت خویش کلی بازیگران و ستاد مربیان منتخب نورسان مهن را به این نتیجه عالی مبارکباد گفته به آنها در چمپیونات جهان برای کامیابی تمنا نمودند. It's an amazing situation. It's the first time in my life that بسیار وضعیتی شگفت‌انگیز است برای من و این گونه استقبال را باری اول می‌بینم. افتخار می‌کنم که اینجا هستم و باعث افتخارم است که با تیم منتخب تاجیکستان کار می‌کنم و همچنین خوشحالم که هم فدراسیون و همچنین هواداران تیم ملی با ما باوری داشتند و دارند. البته حضور آنها نمی‌توانست ما را تشویق کند، ولی من و کلی بازیگران دسته محبت و همدلی هواداران را احساس می‌کردیم. در مسابقه مذکور هدف اساسی ما راه یافتن به مرحله حذفی بود و ما با این هدف خویش رسیدیم. زمانی که یک سال قبل من رهبری این دسته را به عهده گرفتم، درک نمودم که بازیگران این تیم خیلی مسئولیت بلند دارند و دستورات من را بدون کمبودی در میدان اجرا میکنند و مهمتر از همه آنها درک نمودند که بازی کردن در هیئت تیم ملی تاجیکستان چه معنا دارد و تا چه اندازه مهم است. آنها خیلی رشد کردند و برای یک مسابقه محتشم‌تر آماده‌اند. و قهرمانی جهان آنها نه تنها برای دایر نمودن بازی‌ها می‌روند، بلکه در جام جهان نیز این نورسان از خود درخت خواهند داد. زمانی که ماه نوامبر ما به وطن برمیگردیم، امیدوارم که باز شاهد یک استقبال گرم و صمیمی خواهیم شد و این نوبت کوشش می‌کنیم که به وطن با نشان برگردیم. من به آینده درخشان این بچه‌ها باور دارم. با به وقتی شب و بریدن باران بهاری نگاه نکرده در صحن فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه حضور سرشمار مخلصان و هواداران فوتبال تاجیک و والدین ورزشکاران دیده میشد. جای تاکید است که دسته نورسان ما در چمپیونات آسیا 2025 با کسب 2 غلبه و 1 باخت از صدر جدول گروه دی به مرحله پلی آف راه یافته، اینچنین امکان اشتراک در قهرمانی جهان را صاحب شد. این فوتبال بازان سومین دسته نورسان تاجیک است که به موندیال راه خط میگیرد. هزار رحمت میگم به همه مخلصانی که ما رو پیشوازگیری آمدند در این وقت در وقت بارانی در بگوی شب ما رو پیشوازگیری. هزار رحمت میگم و هزار رحمت میگم که ما رو در طول این چمپیونات آسیا مخلص کردن. ما همه دانیم چمپیونات جهان اون وبشه دیگر و طول 6-7 ماهی که ما داریم کوشش میکنیم که تمرین‌های خود رو زیادتر کنیم و خطاگیری که در این چمپیونات آسیا کردیم کوشش میکنیم که در چمپیونات جهان نکنیم. این پایان هنرنمایی یکچین نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در میدان‌های سطح بین المللی نخواهد بود. ما را در پیش چمپیونات جهان میان همین سن و سال انتظار است که از 10 نوامبر تا 2 دکمبر خود همین سال در کشور قطر برگزار می‌گردد. ملی پوشان میهن در ادامه با انگیزه بیشتر آماده شده در این مسابقه سطح بلند تاجیکستان را ارزنده معرفی می‌نمایند. Я думаю, что у всех отличное настроение таджикского народа, и у нас также мы очень рады, что мы вышли на чемпионате мира, мы очень трудились, труд приносит свои плоды, и сегодня мы на чемпионате мира. امیدواران می‌بندیم که در آینده از این فوتبال بازان چهره‌های افتخارآفرین به مثل رستم یتیموف، احتم نظرف، وحدت حنانوف، احسان پنجشنبه، دلشاد واسیف، نوردین دورانوف، منوچهر جلیلوف و دیگران به وای رسیده معرفگری فوتبال ما می‌شوند.